این یه حرف پوچ بچگانه است که به خیال خودشون میخوان ما را در بین ممالک اسلامی طرفدار اسرائیل حساب کنند، در صورتی که ما از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد و اونها نمیتونن که یک همچین مطلب فاسدی را به کرسی بنشونند. لکن این برادرهایی که از خارج کشور آمدن اینجا بررسی کنن این مسائل را، ببینن که ما با صلاح اسرائیل میخوایم جنگ بکنیم یا با صلاح ایمان جنگ میکنیم.